پایگاه خبری بامداد قبلا در ترکیه بازداشت و بعد نیم سال آزاد شدن بدیعالزمان نام یک روحانی تاجیک گزارش داده بود. حد زده می شد که او را در ترکیه اینک بار دوم با درخواست مقامات تاجیکستان دستگیر می کنند، ولی ترکیه از استرداد او به دوشنبه خودداری کرده است. به پایگاه بامداد میسر شد که با دو تن از خویشاوندان نزدیک این روحانی تماس گرفته درباره او و قضیهش معلومات بیشتر به دست بیاورد. پیش از همه برایمان معلوم شد که بدیعالزمان نه تخلص بلکه نام اصلی او بوده است. همچنین به دست بامداد ورقه جستجوی رسمی او از جانب مقامات امنیتی تاجیکستان رسید که در آن تحت جستجو قرار داشتن بدیعالزمان تصدیق کرده می شود. بنا به این سند رسمی، بخاریف بدیعالزمان قربانویچ سنه تولدش 17 فوریه سال 1974 ساکن ناحیه کوشانیان، جماعت دهات مینت‌آباد، دهه سعدی شیرازی، اویله‌دار، صاحب 3 فرزند، ملتش تاجیک، سال 2008 به مهاجرت مینتی به شهر مسکو رفته، سال 2013 از مسکو به شهر استانبول ترکیه رفته است. بنا به ادعای مقامات بدیعالزمان بخاریف در استانبول به غایه و مقصدهای تشکیلات اکستریمیستی تروریستی دولت اسلامی شناخته شده، آنها را قبول و جانبداری نموده به این سازمان شامل گردیده است. به مقصد عملی نمودن نیت‌های خود بخاریف دیگران را جلب نموده برای اشتراک نمودن در عملیات جنگی به جمهوری سوریه عرب گسیل می‌کرده است. به این دلیل سال 2018 مقامات امنیتی تاجیکستان نسبت به بدیعالزمان بخاریف بر اساس ماده 401 علاوه 1 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان با اتهام زرخریدی و شرکت در عملیات جنگی در کشورهای دیگر پرونده جنایتی گشوده او را تحت جستجوی بین المللی قرار دادند. اما خویشاوندان بدیعالزمان بخاریف در صحبت با بامداد با داعش ارتباط داشتن او و همین طور پیشوای بخش تاجیکستانی جماعت تبلیغ بودنش را رد کردند. بدیعالزمان در یک دانشگاه اسلامی پاکستان تحصیل کرده صاحب عنوان مولوی شده بود. وقتی که در تاجیکستان تعقیب تحصیل کرده های پاکستان سر شد، او به روسیه رفت، ولی مقامات امنیتی در روسیه هم آرامش نگذاشتند و پیوسته طلب میکردند که به تاجیکستان برگردد. او مجبور شد به استانبول هجرت کند. در اینجا در یک مدرسه به شاگردان از اسلام درس میداد و هیچ ربطی نه با داعش داشت و نه با جماعت تبلیغ. اتهام داعش در پرونده او از قضیه یک جیانش منشأ میگیرد که در حقیقت به سوریه رفته بود و بعد بازگشتش در تاجیکستان دستگیر و محکوم به زندان شد. ولی بدیعالزمان همیشه آنهایی را که برای پیوستن به داعش به سوریه و عراق می رفتند از جمله همان جیانش را هم تنقید میکرد و روی آنها را اشتباه مینامید. گفت در صحبت با بامداد یکی از خویشاوندان این روحانی. خویشاوندان بدیعالزمان بخاریف خبر رهایی از بازداشتگاه ترکیه را رد میکنند و اصرار می‌ورزند که او تا حال در بازداشت قرار دارد. ولی منبع بامداد از استانبول روز 2 می دیگر باره به درستی خبر قبلیش پایفشاری کرده و گفت که بخاریف را در اول ماه‌های می آزاد کردند و او حالا در خانه خودش در استانبول قرار داشته در پی از نو گشودن مدرسه اش می باشد. این منبع همچنین بدیعالزمان را یکی از پیشوایان بخش تاجیکستانی جماعت تبلیغ نام برده گفته بود پیروان در ترکیه پناه برده این جریان مذهبی در تاجیکستان ممنوع شده اساساً با مشورت او عمل می کنند. خبر بازداشت بخاریف را هنوز در اول ماه ینور پایگاه خبری بامداد پیدا و نشر کرده بود. منابع بامداد گفته بود که او ماه نوامبر سال 2020 از شهر استانبول ترکیه غالباً با درخواست مقامات تاجیکستان دستگیر شده است. او 1 سال پیش نیز از جانب پلیس ترکیه بازداشت شده بود، ولی ترکیه از استردادش به دوشنبه خودداری کرده روحانی تاجیک را بعد چند وقت آزاد کرد. جماعت تبلیغ یک رویه مذهبی است که از سال 2008 با حکم دادگاه عالی تاجیکستان فعالیتش در حدود این کشور ممنوع اعلان شده است. در این بین دهها پیروی این سازمان در تاجیکستان بازداشت و به زندان محکوم شدند، ولی قسم دیگر پیروان این سازمان مذهبی ترک تاجیکستان کرده
در خارج زندگی و فعالیت می کنند.